ملاهای دروغگوی به اندازه زیاد است. از جمله از اینی ذاکر نایک است. این دیگه امو پسترین و رزیلترین دروغگویای قرن ما است که به نام خدا و محمد و رسول و غیره دروغ میگه. When foreign delegations came to the Prophet and when they discussed medicine, etc., Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, her memory was very good. She used to memorize them. She was also an expert in mathematics. و دروغای از این جالبش است که برای مردم گفته میشه که اکثریت مطلقش معلومات نداره و اگر دارن آمده فکر میکنن که بیادر اسلام گپ بد نزن که بدنام میشه اسلام همین خوبه سیکو اینمی نفر آمده آیشه که میگه که اینمت یک دخترک بود میگه آیشه ماتماتیک درس میداد ریاضیات و رسول الله گفته که دخترایتان بخصوص درس و تعلیم بتین و خدا خودش گفته که علم فرض است بر زن و مرد. سیکن آقای ذاکر نایک به انگلیسی شکسته گپ میزنه و ما هم ایره با مو یک فارسی شکسته ممکن برای شما ترجمه میکنم ایره گوش کنین. The first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, it was to read and it was to both male and female. میگه اولین هدایت که از طرف خداوند با بشر داده شده او ای بود که بخوان. ای اتو برای موتو میفهمانه که علم آنقدر مهم است که اولین گپ خداوند می بوده که بخوان. اینال اکثریت مطلق به معلومات فکر میکنن که حال ذاکر نایک خو یک آدم فامیده است این خود دروغ نمیگه حتمی است در حالی که ما شما او را خوانده ایم اقرا به اسمه بخوان به نام خدا. یه مو وقتی که قصه است که جبرائیل محمد میگه اقرا به اسم ربک الذی خلقک و الارض بخوان به نام خداوند که جهان خلق کرد. اینو میره میگه بخوان. باز محمد چی میگه؟ میگه من خب با سواد نیستم بیادر من خواندن یاد ندارم. باز برش تکرار میکنم و می افسانه هم بطره که اقرا به اسم. باز محمد میگه من خب بیادر خواندن یاد ندارم. باز دفعه سوم که میگیش باز محمد از پشتش تکرار میکنه. البته اوجا کدام ورق نبود چرا قرآن خود در روی ورق نامده که در روی ورق بوده باشه. و خب میگفت یعنی از پشت مثلا من تو را میگم که بخوان ضرب زبانی دوره حالا ایره خب مجبور نیستی که تو نوشتن و خواندن یادش باشی 1 2 2 4 3 4 4 8 میخوانی. این نوشتن و خواندن کار نداره معنیش که برای بخوان این بخوانی نیست که یعنی از پشتم بخوان.